خدایا جز تو کسی را ندارم که با او درد دل کنم و از او بخواهم غم و رنجم را برطرف کند. نگاهم کند و دستم را بگیرد. خداوندا من به درگاه پرمهر تو و به بارگاه رحمت تو پناه آوردم که بگویم بارالها من هر لحظه و هر زمان و در هر مکان به نگاه و یاری تو و به پناه تو سخت نیازمندم. لطفا خودت معجزه‌ای کن بر دل این بنده‌ات نظری کن. سلام علیکم برادرای عزیز. خیلی میبینین ما در نهایه وقت قرار داریم برادران. دوستیگا پیامی سحر برآمدیم نه اومیم رسیدیم پیش همی اپرودا انا اینوی همدانی اومیم انا اوزی در نهایه وقت قرار داریم برادر جانو. انا دوستیگا پی اپا چند روز شیمه در علاقه برومیستایی که میاد و در وضعیت امکان تر بزی باید مبلغ در کورای که مالی چینی کنم جراحی باید کنن. انا اوزی بو پرا کده همشه همی خلا خودش میفهمونه که چی وضعیت دارن. خلاص گپ که ندارن مبلغ کی بروان لیچینی کنن. همی جایش که مای بای همجا روز بر روز اوج گرفته است مبلغ در کورای که همیو بگیم که لیچینی کنن. خب خلا جان همی پاتیچکو ده همی فهموندین. یا سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بچه و دخترای عزیز، خدا که جایی باشه نگهبانتون باشه. ما همه وضعیت دقیقه چیدیم یک دستگیری ممکنه دیگر روی دیگر نداریم که دختر همه پیش بر همه دور شده رفته دیگر ده شیش ده همه ده دو ده هیچ امکانیتی نیست که توبت همه را بگیریم. یک دستگیری کنین خدا پروردگار که جایی باشه نگهتون بداره در که جایی که باشه خوابتون نکنه. کدام مؤمن مسلمان خرخوی باشه دستگیری کنه پروردگار نگهبانتون باشه خدا. خب برادرای این از اپا با خودش پرتر میفهمونه برادر جانو. السلام علیکم با برادران حکام اپا و خواهران یا دستگیری کنه که همی جراحی ما بگذارونم. همی مدری ما بچه ندارم هیچ که دیگه ندارم بغیر یاد ما دارم ما را دارم. همی شما دستگیری کنه که ما با پا بخیزم. ای کوارتیر ایسا خیزونده سنون مالی همه چی برای خونه مالی یکون گاب نه که همی برای جراحیم یکون دستگیریم کنه که دیگه ظلم نمیرسه یکون چی ده همی هیلا فقط یک میکرد نگرم کم تنفس مزود میشه با وقتش میوید نمیتونمش گرفته باید اپیراسه کنم. ای شما خواهش میکنم که همی مرا دستگیری کنه. همی مادر مرا نه که مادر خودتون فکر کنین. ای شما خواهش میکنم که مرا یاد دستگیری بکنین. پروردگار شما راضی باشه. به خاطر همی فرزند میدونین که فرزند چه خیلی شیرینه. باید شما اپای جده کوارتیره این خونه خطونه؟ نه ما کوارتیره گفته سن که بخیزیم. این همی 5 روز پیش اومده نه که بخیزیم نگم ما جای رفتم نداریم. ما یکون جام یکون چی هم نداریم که بگیم یوردم باشه مدام ما پنسی هم نمیگیریم یکون چی هم نمیگیریم. نمیخواد بگیم که مونده ایم خیر خدا خیر پروردگار کسی خیر میکنه در حق ما. خدا برکت چه زیاد کنه چی مراد مقصد داره برسه. دلی غم نبینه پروردگار. آمین الله اکبر. برادرو خیلی میبینین از ما در همین نوعه وقتی که پیش اومانمون یه اپا چند روز شد مثال ما در علاقه برومیستایی که وضعیت این همی خیل دهیم شرایط مخیل همی حالت ده رستیگه بعد همی صورت روی که دکوزی میدونین که انا درست نیست که ما همی اپا را نشان بتیم پیش برش خیل چی حال ده مثال خوزی هم جده نه ما نشان داده کنم میتون ما الزامه باشن که من نشانشون میتونم با خون و با هم خیلی پتیم نمیشه و او که چی کار کدن ما نمیدونم. ما ممکن خون شده رفت
اکر رستیگا بیاد صورت روی کد امی اپا خچ خیلی باید می چیزا عمیق شب بدونم که مثال در چی حالت همه آدم من میرم نوار میکنم اکی قودمی که مرا زنگ میزنه بگه من او را نمیشناسم، من فقط وضعیت چون میبینم بعد میرم برادرو روی کده این میکروفون بگیرین اپا مثال ما پیشکی نشان داد صورت روی کد گو دودار نمتری پرابلم های خوناشون نمیخواه همه را دیدیم شرایط بعد اومدیم پس نفرهایی که شرایط خوب دارن نه که با مفرشون که یاردم کنیم نه که ما اول شرایطش میبینیم بعد کسلیش هم میبینیم. ما فکر میکنم جراحی یا پدک خداوند خودش اکم مبلغ کلان هم در کنه است اگر همه که همی شما تماشا دارین یک کمتری کمک نه یک سوم خودش انشاءالله که میبره پولی جراحی اولش خودش مقصد همی اپا ما را خیلی شید ما سبب که کارم بسو بود نتونستم اومده خیلی میدونه اینوی همدونی تو رایون بخش خیلی راحت. خب برادر جانا باید برگه خواهش میکنم ای همتون برادرای خیرخواه آدمایی که دست به خیرن من مراجعتم برای اموای انا خواهش میکنم که همی اپا دستگیری کنه که برود جراحی شکنه و همی شفا بیاوه. خب اپا جان باید اون چیزی که گفتنی هم برادر خداوندی گبانشان باشه. خیلی مای معنیش یک مادر تنها قطعی از زندگی میکنم یک فرزندم قطعی دستگیر ندارم همه قطعی دستگیری میکنن موندم در کوچه بگیم اگر خوزی بیان مرا ببرن من جا ندارم ساعت باشم که هیچ وقت هیچ کار غم نمیتونم نمیخوامم غم دادن یکی از زورم اومده زورم اومده که همی گفته ایستم اگر نکی را میفرخ چه کمی را در نشان بوده هیچ کس در نمیفره ای کار ما یا 5-6 قدم میزنم نمیشه و حرکت نمیکنم کم تا راه میگردم نمیشه و حرکتم کندگی وقت خیلی من 17 ساله کوارتیرم میشینم هم 17 سال ده ما که ساعت بودم خودم کوارتیر رسمش هم میدادم نیکی حوزی کسر شدم نمیتونم دیگه دست نمیرسه دیگه مرا کی راه میته هیچ گوخی دیگه چی گفتنم نمیدونم راستی مونده شدم دلم با بودک میسته دلم با چه میسته که پگه باید سری من یا چکا میکنم هیچی نمیدونم رحمه گم کدم خیلی میفهمیدگی مرا میفهمم خداوند هیچ کسی روزا نشاند وقتی در جگه بغلطی آدم بعد میفهمد چه خیلی خیلی خداوند خودش یک اول همش در صبر کردنم در کاره اینه که فقط که نخیه آدمی باشه که با دستگیر داشته باشم نیستم داری خیلی الله ای همه شما روزی باشه پروردگار. خب برادر جانو نخواهی دیگه اپا انشاءالله که ما باور دارم که برادر خیر میکگی انشاءالله که بسیارای میکنن دستگیری میکنن به طرف نیستن که اپا انا ویدیو در روز بعد نشه کارتایدش هم استیتونا می آوردین همینجا خطون نمیروشه قطعی کدش میگفتین با خوب میشید همون کارتایدش هم استیتونا اما 118 18 20 اما داشتم بسید نالو چی شنی بمونیم برای که بزودم باید چی میفرد اما 118 تمام انا 118 کلی همون را بگو نمره را یا دو بار اول تو خیلی تکرار تو نمره را بگی 118 18 20 داشتم بسید بلندتر کنی 918 81 18 20 یا برگه تکرار اما داشتم بسید انا که سپیر با 918 81 18 20 این نمره دا فقط دشنبه سیتی هایی او میتونه که همین نمره دا زنگ بزنن ای هاتون پرسان شوانه نه واتساپ 93 401 57 64 ایش واتساپ بعد سپیربانک دارم با سپیربانک تون چنده؟ سپیربانک
او را میپرتم تو هم میتونینش پرتا. میدونم که تمام خیر اگر 3508 آخرش. انا آخر شب بگن که 3508 تمام آخرش. او را در واتساپ من نوشتنده روی کنیم من میمونم 3508 آخرش. تمام او را روی کنیم من میمونم اگر از زیاد ندونینش. خب برادرو خواهش میکنم این از بربانک هم داره انشالله که انا دوشنبه ستیان دارم نمره واتساپ شما است همه شما میمونم بالای اکران ده خواهش میکنم همه پره دستگیری کنیم در کجای هستین باقی الله همه تا نگهبان باشه یا برگه خونه را میمونم تماشا کنیم در چی حاله برادرو در پناه الله باشیم.